داستان واقعی و عبرت آموز. پل نوشابه‌ای که یک دعوتگر ساخت. دعوتگری مشهور کویتی دکتر عبدالرحمن سمیت رحمه الله داستان خود را این گونه تعریف می کند. در آن روز هنگامی که در مکان توقف کرده بودم، یک خانم افریقایی را دیدم که در حال گریه و زاری است و از یکی از دکترهای مسئول کمک و درمان کودکان درخواست کمک می کند. در آن روز که یکی از سفرهایم به افریقا بود، با دیدن این صحنه و اصرار بسیار شدید آن مادر که به دنبال تحقق خواسته‌اش بود بسیار متأثر شدم. به همین خاطر با دکتر حرف زدم و دلیل را جویا شدم که چرا این زن اینقدر زاری و تولا می کند. دکتر به من گفت فرزند شیرخوارش در آستانه مرگ است و امیدی به زنده ماندنش نیست و او از ما طلب می کند که کودکش را در لیست کودکانی که کمک های بشردوستانه دریافت می کنند قرار دهیم، در حالی که فرزندش از شدت مرض غیر از چند روز دیگر زنده نخواهد ماند و کودکان دیگر هستند که از او مستحق تر هستند و آنها در اولیت هستند و نمی توانیم به فرزند این خانم کمک کنیم. آن مادر و دکتر با نگاه های لطف‌آمیز به من نگاه می کردند. پس به مترجمم گفتم از او بپرس که خرج روزانه فرزندش چقدر است. وقتی پرسید آن زن مبلغ گفت که آن در کشورم خرج خریدن یک نوشابه گازدار است. پس به او گفتم مشکلی نیست، من این مبلغ را از پول خود پرداخت می کنم و به او اطمینان خاطر دادم. بسیار خوشحال شد و خواست دستم را ببوسد که به او اجازه ندادم. به او گفتم بفرمایید این خرج یک ساله فرزند شماست و در همین حال به کاتب خود اشاره کرده گفتم از این پس کاتب من مبلغ مورد توافقمان را به تو پرداخت می کند. ماه‌ها و سالها گذشت و من آن کودک را بنابر کلام دکتر مرده پنداشته بودم. گمان کرده بودم که او کیها مرده است. آن مبلغ را برای دلداری آن مادر که نو مسلمان بود انجام دادم و این موضوع را به کلی فراموش کرده بودم. بعد از گذشت 12 سال در دفتر کاریم بودم که یکی از کارمندانم داخل شد و به من گفت که یک خانم افریقایی خیلی اصرار می کند که شما را ملاقات کند و چندین بار برای دیدار شما تلاش کرده ولی موفق نشده است. به کارمندم گفتم که اجازه بده آن خانم داخل شود. هنگامی که آن خانم افریقایی داخل شد، همراهش پسر بچه زیبا با چهره آرام و معصوم بود. او به من گفت این پسرم عبدالرحمن است که حفظ قرآن را به تمام رسانده و بسیاری از احادیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را نیز حفظ نموده است و آرزو دارد که همراه شما یک دعوتگر به سوی دین الله باشد. تعجب کردم و با آن زن گفتم چرا همچنین درخواستی از من میکنید؟ از حرف زدن و زبان آن زن چیزی نفهمیدم و به آن پسر نگاه کردم و او را دریافتم که با زبان عربی بسیار فصیح و خوب حرف میزند. سپس آن پسر به من گفت اگر اسلام و رحمتش نبود مرا اکنون این گونه زنده در کنار خود نمی دیدید. مادرم داستان شما را برایم بازگو کرده است که چگونه و ما کمک کرده اید و خرج مرا در زمان کودکیم پرداخت کرده اید. میخواهم تحت نظر شما باشم و من زبان افریقایی را به خوبی میدانم و با آن سخن میگویم
و دوست دارم همراه شما کار کنم و یک دعوتگری به سوی دین الله باشم و چیزی از شما نمی خواهم، فقط همین که طعام من را تأمین کنید و خلاص. و دوست دارم کمی از آیات قرآن را برای شما تلاوت کنم. سپس او با صدای زیبا و غمگین شروع به تلاوت آیات از سوره بقره کرد و با چشمان زیبایش با نگاه معصومانه به من خیره شده بود که میخواست او را به عنوان داعی در نزد خود قبول کنم. در این لحظه به یاد آوردم و گفتم این همان کودکی است که از کمک او همه دست کشیده بودند؟ آن پسر بچه گفت بله، من همان کودک هستم و برای همین مادرم اصرار داشت که من با شما کار کنم و حتی نام شما را نیز برایم انتخاب کرده است، عبدالرحمن. دکتر عبدالرحمن سمیت میگوید با شنیدن این حرفها پاهایم سوز شد و دیگر نتوانستم بایستم. بر زمین نشستم و در حالی که از شدت خوشحالی و تعجب مانند فلجها شده بودم سجده کردم و در حالی که گریه می کردم گفتم خرج یک نوشابه یک انسان را از مرگ نجات می دهد باذن الله و یک دعوتگر که امت اسلامی به آن سخت نیاز دارد به ما هدیه می دهد. الله اکبر. این کودک الان از بزرگترین و مشهورترین دعوتگران در بین قبایل افریقا و همگی او را قبول کرده اند. چقدر زیباست بهشت الله متعال و چقدر نزدیک شدن به آن آسان است. چقدر از صدقه های ناچیز تغییرات بسیار بزرگ در زندگی مردم به وجود خواهد آورد و آنان را خوشبخت می سازد. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى.